ما برقي تذکره واخیستله ځکه دا زموږ هویت او زموږ ویاړ ده او دا ډېرې ګټې لري باید هر هیوادوال یې واخلي. په دې مخکې به غټه ورقه در سره وه نو جې کې به هم نه ځایېدل یا به سره پرې وه. اوس دا کوچنی شی د هر ځای هم محفوظه کېږي ښه شی هم ده. باید زموږ هیوادوال ټول دا تذکره واخلي. مزایای خوبی از اینه که یکی داخل از جعل نمیشه، سوء استفاده نمیشه و تمام معلومات یک نفر داخل نوشته است و در ضمن از او میتونیم در انتخابات از استفاده کنیم. بر هر چیز مثلا نسبت به یک کاغذی که مثلا جعل و هر چیز میشد بسیار خوبه. تذکره الکترونیکی هویت شخصی هر افغان است، از هر شخص است. هر کس باید تذکره داشته باشه، تذکره تابعیت کشور عزیزی خود داشته باشه. ما شما افغان هستیم، در افغانستان زندگی میکنیم، باید شناخته شویم در جهان دیگه. فرض کنیم خارج از افغانستان میریم، در داخل افغانستان در همه جایی که باشیم ما شما رو باید بشناسیم که ما کی هستیم. و در عین زمان تذکره الکترونیکی باعث از این میشه که از فسق و فساد، از جلوگیری، از اختطاف، از هزار کار بد جلوگیری میشه، شناخته میشه، نفر مقید میشه. تذکره که نداشته باشه، تذکره تابعیت که نداشته باشه، خود یک انسان بی‌هویت است. او را کس چی بشناسه که از کجاست، چه کاره است؟ تذکره الکترونیکی که هست بسیار فواید خود داره، به شمول اینکه کشور از بسیار بحران‌هایی که هست، از بخصوص بحران‌هایی که فساد اداری است، از فساد اداری، غصب زمین، مشکلات جنایی، بالخصوص که سیستم بایومتریک برآمده. همین فواید در کل به همه همشهری‌ها، به وطن و به کشور ما مفید میباشه. ما با گرفتن همین تذکره الکترونیکی و با بایومتریک شدن از این میتونیم که خیلی وقت خود را ما برای خود بهینه‌سازی کنیم. دیگه از تمام دوستا خواهش میکنم که در این روند سهیم شوند، تذکره الکترونیکی بگیرن و کمک شوند به سیستم و خود سرپای شدن تمام روندهای اداری داخل کشور.